دنیا داره یک کلاهبرداری بزرگ رو جشن میگیره، جشنی که ریشه‌اش برمیگرده به هویت ایران باستان. شاید عجیب باشه، اما تا 300 سال بعد از میلاد مسیح اصلا چیزی به اسم کریسمس وجود نداشت. ماجرا وقتی شروع شد که کلیساها دیدن مردم عاشق جشن میلاد میترا، یعنی خدای خورشید ایرانی ها هستن. پس برای جذب مردم تصمیم گرفتن تاریخ تولد عیسی رو بذارن همون روز، یعنی 25 دسامبر، دقیقاً چند روز بعد از یلدا. حتی درخت کریسمس هم همون سرو همیشه سبز ایرانیه که نگاره هاش هنوز روی دیوارهای تخت جمشید باقی مونده. کلاه قرمز بابا نوئل هم همون کلاه فریژی پیروان آیین میتراست. در واقع تمام دنیا داره آیین ایران رو با مارک خارجی جشن میگیره. این ویدیو رو برای بقیه بفرستید تا همه بفهمن ایران در صفحات تاریخ نوشته نشده، تاریخ در صفحات ایران نوشته شده. برای دیدن حقایق ناگفته پیج تاریخ مدرن رو فالو کنید.